سلام، به ولاگ من خیلی خوش اومدین. امروز تصمیم گرفتم با دوست عزیزم سارا برم سمت بازار بزرگ تبریز. اینجا منو میبینید که سوار ماشین شدیم تا بریم ببینیم چجوریه. هوا این روزا خیلی عالیه. رسیدیم و ماشین رو پارک کردیم. بدو رسیدیم بازار. ددددم. اینجا هر تیمچه برای خودش یک دنیاست، از بازار فرش گرفته تا بازار ادویه‌جات. هر گوشه از بازار برای خودش یه داستانه. گفتیم تا اینجا اومدیم. تعریف این کافه فرش هم که خیلی شنیدیم. بریم ببینیم اینجا کجاست که این همه غوغا کرده. پس همراه من باشید تا بریم ببینیم کافه فرش کجاست و چرا این همه بلاگر دارن تبلیغش میکنن. من که عاشق وایب محیطشون شدم. خیلی صمیمی و دوستانه از آدم پذیرایی میکنن. قیمتاشون خیلی مناسبه و یه جای خوب برای گپ دوستان است. اینجا منو مشاهده میکنید که بعد کل ویدیو گرفتن، بازارگردی و خستگی نشستن با آرامش مطلق چاییمو میخورم. مرسی از دوست عزیزم سارا که این ویدیو قشنگو از من گرفت تا بتونم با شما به اشتراک بذارم. دوستتون دارم. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.